امروز هم در ولایت جنوبی زابل افغانستان عملیات با هدف رهایی دهها گروگان ملکی ادامه یافت. در نتیجه زد و خردهای 10 روزه با هدف آزاد کردن این مردم در ولسوالی خاک افغان دهها جنگی کشته شده است. شاهدان میگویند که دهها مسلحین نقاب‌پوش 30 مسافری 2 اتوبوس را که از هرات به کابل حرکت میکردند در قلمرو زابل به گرو گرفتند. اکثر این مسافران از قوم هزاره میباشند. این حادثه و به خصوص هویت جنگیان سوال زیادی ایجاد میکند. حالا تلاش میکنیم با کمک همکارمان در بخش افغانی رادیوی آزادی قادری حبیب تفصیلات این قضیه را مشخص کنیم. سلام آقای حبیب، بگویید آیا حالا از سرنوشت گروگان ها کدام خبر تفصیلات در دست است؟ تقریبا 10 روز بعد از آن که حدود 30 تن از افغان‌های قوم هزاره در مسیر شهرهای کابل هرات در ولایت زابل در جنوب افغانستان اختطاف شدند، تا هنوز خبر تازه در ارتباط به سرنوشت این 30 تن ربوده شده در دست نیست. اما نیروهای امنیتی افغان عملیات خاصی را در این منطقه برای رهایی افراد ربوده شده آغاز کردند که در جریان این عملیات نظامی که در آن نیروهای ویژه کماندوی افغان هم سهم دارند، از کشته شدن 10 تن از شورشی مسلح مربوط به گروه دولت اسلامی شام و عراق گزارش شده است. گفته شده که در جمع کشته شده ها اتباع خارجی هم هستند و در این ارتباط از کشته شدن 2 زن هم از کشته شدن البته 1 زن و دستگیری 1 زن دیگر که تبع قزاقستان و در برخی موارد قرقیزستان معرفی شده خبر داده شده. اما در ارتباط با سرنوشت خود اختطاف شده ها یا ربوده شده ها تا هنوز چیز گفته نشده، که اما مقامات افغان میگن که این افراد امی گروه 30 نفری زنده هستند، زنده و سالم هستند و توسط افراد مسلحی که ربوده شدن از یک منطقه به منطقه دیگر در گروه های کوچک، در دسته های کوچک تقسیم شدن و انتقال داده میشن. همان طوری که خود شما هم حالا اشاره کردید، گروگانگیرها خود را مربوط به گروه دولت اسلامی مینامند. اگر این ادعا درست باشد، پس از روی معلومات شما آیا آنها از سوریه آمدند یا آنها افغانند یا خارجی اند؟ بله، افراد مسلحی که در این منطقه مستقر هستند افغان هستند و افرادی هستند که از قبل در همین منطقه بودند و با گروه طالبا ارتباط داشتند، مربوط به گروه طالبا می شدند، اما حال اینا بیعتشان را از گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اعلان کردند. در بین این افراد خارجی هم حضور دارند. قسمی قبلا اشاره داشتم، مقامات میگن که در جمع کشته شده ها افراد خارجی هم هستند که یک تعداد اونها مربوط به کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی میشه. و این افراد از کجا آمدن؟ افراد خارجی قبلا حدود 1 ماه بیشتر از 1 ماه پیش ما گزارش های داشتیم که یک تعداد از افراد مسلح همراه با خانواده هایشان، افراد مسلح خارجی آمدن در ولایت زابل در مناطقی که تحت کنترل حکومت نیست مستقر شدند. و حال در گزارش هایی که از درگیری ها داده میشه گفته میشه که در جمع کشته شده ها تعدادی از خارجی ها هم شامل هستند، اما رقم مشخص و هویت همه خارجی ها روشن نیست. خویشاوندان گروگان ها چی میگویند؟ ما با خانواده 1 تن از افراد ربوده شده در کابل به نام خدابخش که 35 سال عمر داره صحبت کردیم که این آقا خودش دارای خانم و 3 طفل است. خانوادهش همه میگن که یک شخصی بود که دکان داشت و صرف برای انتقال 2 عضو دیگر خانوادهش که بیمار بودن به هرات که میخواست اینا را به ایران ببرن برای تداوی، این رفته بود به هرات و دوباره برمیگشت و اطفال خرد داره و اینا
در مجموع میگن کسایی که ربوده شدن افراد هستند که کارگر هستند و نانآورای خانواده هایشان هستند و افرادی نبودند که در نیروهای امنیتی و یا در گروه های سیاسی کدام فعالیت مشخص داشته باشند. تشکر. به سوال های رادیوی آزادی قادری حبیب همکاری ما در رادیوی افغانستان آزاد پاسخ داد.